شرکت گوگل گرونترین هوش مصنوعی دنیا رو معرفی کرد. این هوش مصنوعی نه تنها برای ما تصویر میسازه، بلکه دیالوگ‌ها و صدای مربوط به همون تصویر رو هم برامون میسازه. اولین آپدیتش ویو3 که میتونه برای ما ویدیوها رو با کیفیت خیلی بالا بسازه و روی همون ویدیوها صدا رو هم سینک کنه. دومین آپدیتش ایمیجن 4 که برای ما تصاویر خیلی واقع گرایانه میسازه. متریال های مثل پارچه و آب رو به خوبی در میاره و از واقعیت تقریبا قابل تشخیص نیست. سومین آپشنش فلوه که بهمون کمک میکنه ویدیوهای سینمایی بسازیم که با امکاناتی که بهمون میده برای نمایش یک داستان سینمایی خیلی به دردمون میخوره. فلو توی ساخت موشن گرافیک و جلوه‌های ویژه هم خیلی قدرتمنده. آپدیت قبلی که ویو 2 بود برای هر یک دقیقه ویدیو $30 هزینه‌اش بود که نسبت به هوش‌های مصنوعی دیگه خیلی گرون قیمت‌تر بود. باید ببینیم قیمت ویو 3 چقدر میشه. اگه دوست داری از دنیای هوش مصنوعی عقب نمونی و باهاش سریع پیش بری، پیج ریکولیو فالو کن.